مسجد جایی که میلیاردر هم همین مسجد باید بیاید، موی سفید هم بیاید، معلوماتش عالی باشد هم بیاید، دکتر و پروفسور، بیسوادی کلخوسچی هم بیاد به همین مسجد نماز کنه. همه باید در یک جا باشد، پیر و جوان. این است برابری مسلمان ها، عدالت اسلام. یک جای در یک وقت افطار میکنید، در یک قطار میایستید، در یک صف. اگر شما در صف یکم آمده جای گیرید، شما کمبغل باشید، شما شخص بی سواد باشید، شما یک مسلمان عادی باشید، یک مسلمان عالمی با عقل پولداری با آبرو حق ندارد که شما را از صفتان گیرد و به جا شیند. این است برابری. پشتی امام که با آنجا امام صاحب هست، امام حق دارد که با اونجا علم دارا رو شنونم 3-4 نفری قفای امام، برای اینم به خاطر نماز که اگر رفت و امام مثلا بی طهارت ماند یا بیهوش شد یا وفات کرد یا هلاک شد یا دیگر مصیبت ها آمد یا اگه نمازش ویران شد، از قفای یک کسی میکشد. به اینجا بله حق دارد که امام همینجا 3 نفر 4 نفر اختیار کند و از همینجا یگان کسی خیساند، لیکن از دیگر صفهای مسجد حق ندارد یگان انسان، نه امام، نه عالم، نه راهبر، نه امیر، یگان کسی خیزاند و شیند. کم بغل است، بای است، برابر است در مسجد. کسی اول آمده است جای امان است.